بچه ها نوروز چه سالیه؟ میدونین؟ پدرم چه سالیه؟ نوروز با سال نو فرق میکنه. سال طویل که میشه وقتی که خورشید از روی استوا رد میشه. زمستون خورشید میره جنوب، باید داره برمیگرده، از روی استوا رد میشه و میره شمال که میرسیم به جشن تیرگان. این یه لحظه ای که از رو استوا رد میشه اونو میگیم سال طویل. حالا همون موقع که این داره رد میشه خورشید هم یه جایی برمیاد که صبح میشه. اولین نور خورشید یه جایی در کره زمین برخورد میکنه. این دوتا اتفاق هر جا اتفاق بیفته اونجا نوروزه. در ماکو نزدیک مرز بازرگان در ایران اتفاق میفته. ساعت 6:35 صبح هم سال طویل میشه، هم اولین نور خورشید از پشت کوه دیده میشه و هر جا که در ایران هر زمانی که این اتفاق میفته باید جشن بگیریم و باید معنی واقعی نوروز رو به جهانیان نشون بدیم که افتخارش رو برگرده به اجداد ما، نه بره برای گالیلیو.